شاید باورت نشه، ولی باید بدونی که ما تا قبل از جیمز وب تقریباً هیچی از کیهان نمیدونستیم. حالا سوال اینه جیمز وب چطور تونست فقط توی چند ماه تصویری رو ببینه که 13.5 میلیارد سال نوری ازمون دور بود؟ تو این ویدیو دقیقاً میفهمی که چرا هابل در برابر جیمز وب تقریباً کوره. هابل یه دیوار نامرئی جلوی چشماش بود که اجازه نمیداد ما واقعیت کیهان رو بفهمیم. هابل فقط میتونست نور مرئی یا ویزیبل لایت رو ببینه، همون رنگ هایی که الان داری باهاشون این ویدیو رو میبینی. اما 99% اطلاعات کیهانی پشت غبارها، ابرهای مولکولی و توده های عظیم پنهان شده. خب بیایید قبل از ادامه چند تا عکس‌های هابل و جیمز وب رو با هم مقایسه کنیم. تصاویر تلسکوپ فضایی جیمز وب و تلسکوپ فضایی هابل از خوشه کهکشانی SMACS 0723 سحابی شاه تخته و آخرین تصویر سحابی حلقه جنوبی. خب دیدی که چقدر این تصاویر با هم فرق داشت؟ نکته علمی واقعی اینجاست. وقتی داریم از نور حرف میزنیم، داریم از زمان حرف میزنیم. نوری که الان از دورترین کهکشان‌ها میرسه، چند میلیارد سال پیش سفرش رو شروع کرده. اگر کهکشانی 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، یعنی داریم 12 میلیارد سال پیش رو میبینیم. خب حالا چطور اولین کهکشان‌ها رو ببینیم؟ اونایی که 13.5 میلیارد سال پیش روشن شدن. دانشمندان میگن با چشم عادی نمیتونی ببینی. اینجا پای یک پدیده خفن علمی میاد وسط که اسمش سرخگرایی یا ردشفت هست. اینو برای دوستات تعریف کن. کل این کیهان از وقتی که بیگ بنگ رخ داده داره با سرعت وحشتناکی بزرگ و کشیده میشه، عین بادکنکی که هی بزرگ و بزرگتر میشه. حالا نور رو مثل یک کش در نظر بگیر. وقتی اون کهکشان‌های خیلی قدیمی میلیاردها سال پیش نورشون رو فرستادن، کیهان شروع کرد به کش اومدن. این کشش باعث میشه طول موج نور هم کش بیاد. میدونی کش اومدن نور چی کار میکنه؟ رنگ نور رو از آبی یا سبز هل میده به سمت قرمز و وقتی دیگه خیلی کش میاد از قرمز هم رد میشه و میره توی طیف مادون قرمز. برای هابل که بیشتر نور مرئی یا همون نور روز رو میبینه، این کهکشان‌های اولیه عین یه شبح بودن، یه عالم نور، ولی در طول موجی که برای هابل مثل یه کورسوی نامرئی بود. این نقطه ضعف اصلی هابل بود. و اینجا بالاخره جیمز وب وارد داستان میشه. فوق پیشرفته ترین ست دید در چاپ دنیا. جیمز وب نیومده فقط عکس‌های رنگی قشنگ بگیره، نه، بلکه علاوه بر اون اومده دنبال همون نوری بگرده که 100% به مادون قرمز تبدیل شده. جیمز وب داره نور فروسرخ یا اینفرارد رو شکار میکنه. فروسرخ همون گرماییه که از اجسام ساطع میشه. هابل یک اسباب بازی بود؟ نه بابا، هابل هم خیلی خفنه. اما آینه غول‌پیکر جیمز وب 6.5 متر قطرشه، یعنی تقریباً 3 برابر بزرگتر از هابل. این یعنی میتونه نور خیلی ضعیف و دور رو راحت‌تر جمع کنه. اما شوک دوم و اصلی اینه که جیمز وب رو بردیم به نقطه‌ای به اسم L2. این نقطه 4 برابر دورتر از ماهه، نزدیک 1.5 میلیون کیلومتر. چرا اینقدر دور؟ جیمز وب باید منفی 233 درجه سانتیگراد سرد باشه. مادون قرمز در واقع گرماست. اگر خود تلسکوپ ذره‌ای گرم باشه، گرمای خودش کورش میکنه. برای همین جیمز وب رو بردیم ته کیهان، دور از گرمای زمین و خورشید، تا بتونه با خیال راحت و در سرما دنبال نور قرمز شده کهکشان‌های اولیه بگرده. نتیجه این فناوری شگفت‌انگیز. راستی قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم، اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی، همین الان یه لایک بزن که ویدیو رو افراد بیشتری بتونن ببینن. خب بریم سراغ دستاوردهای جیمز وب. 1. تولد ستاره‌ها از دل غبار. جیمز وب تونست نوزادی ستاره‌ها و سیارات رو ببینه که پشت ابرهای ضخیم قایم شده بودن. یعنی عملاً داره نشون میده که مواد اولیه کیهان چطوری در حال شکلگیری هستن. شگفت انگیزترین دستاورد جیمز وب اینه که داره ما رو به آغاز کیهان میبره، شکستن دیوار زمان.
هابل نهایتاً تا 400 میلیون سال بعد از بیگ بنگ رو میدید. میدونی جیمز وب الان داره چی رو میبینه؟ کهکشان‌های 100 میلیون سال بعد از بیگ بنگ را. یعنی عملاً داره اولین اجداد کیهان رو پیدا میکنه. نور این کهکشان‌های اولیه وقتی از اون دوردست‌ها را افتاده یه نور آبی و معمولی بوده، اما طی این میلیاردها سال سفر طول موج نور کش اومده و تبدیل به نور فروسرخ قرمز شده. جیمز وب با شکار دقیق این نور فروسرخ داره کهکشان‌هایی رو به ما نشون میده که نباید وجود داشته باشن. کهکشان‌ها خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کردیم شکلی گرفتن و عظیم شدن. دانشمندان ناسا الان میگن که بعضی از این کهکشان‌ها از خود کهکشان راه شیری هم سنگین‌ترن. همین الان دارن معادلات کیهانشناسی رو بازنویسی میکنن، چون جیمز وب تمام قواعد بازی رو به هم ریخته. کشف آب در جو سیارات. شاید هیجان انگیزترین چیزی که جیمز وب دیده کشف آب در جو سیاراتی باشه که هزاران سال نوری از ما فاصله دارن. هابل هم میتونست جو سیارات فراخورشیدی رو بررسی کنه، اما توانایی اون محدود بود. جیمز وب یک کار خارق‌العاده میکنه. وقتی نوری از یک ستاره از جو یک سیاره فراخورشیدی عبور میکنه، مولکول‌های مختلف در جو یک سری طول موج‌های فروسرخ خاصی رو جذب میکنن. جیمز وب این جذب‌ها رو رصد میکنه و مثل یک آزمایشگاه شیمی فضایی عمل میکنه. جیمز وب همین حالا مولکول‌های آب، دی اکسید کربن و متان رو در جو چندین سیاره مثل واسپ C96b و K218b پیدا کرده. آب، متان و دی اکسید کربن همه مواد اولیه‌ای هستند که ما برای حیات میشناسیم. با این کشف دیگه این سوال نیست که آیا حیات وجود داره، بلکه سوال اینه که ما حیات بیگانه رو کی و کجا پیدا خواهیم کرد. حالا فرق اصلی رو فهمیدیم. هابل یه عکاس حرفه‌ای در نور روز بود. جیمز وب یه شکارچی شبح زمانه. هابل با چشم عادی زیبایی رو ثبت کرد. جیمز وب با ست دید در شب حقیقت زیبای آغاز کیهان رو نشونمون داد. این یک انقلاب علمیه. هر عکسی که جیمز وب میگیره یه صفحه از کتاب تاریخ کیهان رو از نو مینویسه. این مأموریت تازه شروع شده و ما تازه توی قدم‌های اولشیم. در نهایت تفاوت بین هابل و جیمز وب فقط یک تفاوت فنی نیست، بلکه یک تفاوت فلسفیه. هابل به ما نشون داد که کیهان چقدر زیبا و وسیعه، اما جیمز وب داره به ما میگه که ما هنوز در مراحل ابتدایی شناخت کیهان هستیم. اون تاریکی هایی که هابل در آسمون میدید در واقع پر از شگفتی، کهکشان های اولیه و ستاره های در حال تولد بوده. این حس کشف، این حس هیجان، این حس کوچک بودن در مقابل عظمت چیزیه که باید همه ما تجربهش کنیم. واقعا جایگاه ما کجاست؟ در این عظمت چقدر کوچکیم؟ اگر تو هم مثل من با دیدن این ابعاد شوکه شدی، دکمه لایک رو بزن و توی کامنت ها بهم بگو کدوم کشف جیمز وب بیشتر از همه برات جالب بود. راستی سابسکرایب رو فراموش نکن، چون اینجا همون جاییه که پیچیده ترین واقعیت های کیهان رو بدون اصطلاحات قلمبه سلمبه و در هیجان انگیزترین شکل ممکن یاد میگیری.